بچهای ایران زمین رو مشاهده میکنید. یکیشو در آوردن، حالا میخوان دومی هم در بیارن. من همیشه فکر میکردم یه همچین کاری رو فقط معتادا و دزدای بالغ انجام میدن. نمیدونم چرا یه بچه حالا یه همچین کاری انجام میده توی ایران زمین. حالا این کار رو یا میتونه از روی بازیگوشی باشه یا میتونه از روی بیکاری باشه، نمیدونم واقعا دلیلش چیه. روانشناسای اجتماعی، کسایی که علوم اجتماعی خوندن میتونن بیان نظر بدن. این یکی رو در آوردم ولی موفق نشدم یکی رو در بیارم.